سلام به همه دوستای شب قصه. امشب براتون یه قصه آوردم از کتاب شیرین و قدیمی کلیله و دمنه به روایت آقای مهدی آذریزدی از مجموعه کتاب‌های قصه های خوب برای بچه های خوب. قصه امشب درباره مردی ساده دل و خیال بافه که یک شب کلی رویا توی سرش ساخت، اما آخر سر فهمید فقط با خیال بافی نمیشه به آرزوها رسید. من دیانا هستم و اینجا دنیای شب قصه است. با یه حال قشنگ اومدم که با هم بریم ببینیم این مرد خیال باف چه فکری توی سرش داشت و سرانجامش چی شد؟ آماده این؟ قصه آدم خیال باف. روزی بود و روزگاری بود. یک مرد بازرگان بود که کارش خرید و فروش روغن بود و در همسایگی خانه او هم درویش ساده‌لوحی منزل داشت که از مال و دولت بی بهره بود و چون کاری و شغلی نداشت با قناعت زندگی می کرد و معروف بود که آدم نجیب و خوشقلبی است. چون بازرگان دارای ثروت و درآمد بسیار بود و به صداقت و نیکی همسایه درویش هم ایمان داشت، همیشه به همسایه خود کمک می‌کرد و هر بار که معامله تازه‌ای انجام می‌داد و فایده‌ای می‌برد، یک پیاله روغن برای درویش همسایه می‌فرستاد و خدمتکار تاجر که آن را می برد به درویش می گفت: آقای تاجر سلام رسوندن و گفتن چون تازه مقداری روغن برای ما آوردن و بدون خوردن شما بر ما هم گوارا نبود، خواهش می کنم این یک خورده رو هم شما قبول بفرمایید. درویش هم که مردی وارسته بود و هرگز از کسی پولی نمی گرفت، چون فکر می کرد لابد از این روغن به همه همسایه ها می دهند، می گرفت و زیاد ناراحت و شرمنده نمی شد. اما چون به قناعت عادت کرده بود، از روغنهایی که هر چند روز یک بار برایش می فرستادند کمی مصرف می کرد و بقیه را در کوزه بزرگی که در خانه داشت میریخت. روزی که کوزه از روغن پر شده بود، درویش وارسته با خود گفت: من که به این روغنا احتیاجی ندارم. خوبه که اونو به یک کس دیگه ای بدم که عیالوار باشه و خانواده داشته باشه و از من مستحق تر باشه. ولی از همسایه ها که هیچ کدوم احتیاج ندارن، پس کجا ببرم؟ به کی بدم؟ کم کم به این فکر افتاد که نه، بخشیدن یک کوزه پر از روغن به یک کس دیگه هیچ فایده‌ای نداره. میخورن تموم میشه. بعدش هم بخشش از کسی خوبه که درآمد مرتب داره. علاوه بر اون مگه خود من چه عیبی دارم که نباید عیال و اولاد داشته باشم؟ پس بهتره این کوزه رو بفروشم، پول اونو سرمایه کنم و هر روز درآمد و عایدی تازه تری پیدا کنم. اون وقت هر روز میتونم به دیگران کمک کنم. همینطور با خود فکر میکرد: خب ببینیم این کوزه چقدر روغن داره.
حالا فرض میکنیم 5 من. 5 من روغن چقدر قیمت داره؟ فرض میکنیم 200 تومن. خب اگه این روغنا رو بفروشم با این پول میتونم 5 تا گوسفند بخرم. حالا هم که تابستونه، خوراک گوسفندم فراوونه. برگ کاهو، پوست هندونه، صحرا هم پر از علفه. روزا اونا رو میبرم صحرا میچرونم. بعد از 6 ماه اگه هر کدوم 2 قلو بچه بیارن میشه 10 تا. مقداری هم علف خشک جمع میکنم برای زمستون 6 ماه بعد که بعد باز بچه میارم. حالا میگیریم این دفعه یکی بشه 20 تا. 1 سال دیگه هم اونا رو نگه میدارم و سال بعد شماره اونا زیاد میشه و میشن 1 گله گوسفند. اون وقت تا موقعی که خودم تنها هستم از پول شیر و ماست و پنیر و سرشیر و خامه و کره و پشم و کود اونا برای خودم و خونم اساس و لباس و اسباب حسابی میخرم و میشم 1 پارچه آقا. راست گفتن که گوسفند پر از فایده است. همه چیزش به درد میخوره. حتی پشگل اونو میخرن برای کود باغچه. و بعد وقتی که خونه و اساس زندگی مرتب شد و به سهم خودم آدم دارایی شدم و مردم منو صاحب گوسفندای بیشمار و باغ و خونه شناختن، اون وقت میتونم از خانواده بزرگان دختری رو خواستگاری کنم و مدتی پس از عروسی صاحب فرزند بشم. اگر بچم پسر باشه یا دختر فرقی نمیکنه. مهم اینه که خوب تربیت بشه و وقتی بزرگ شد هنرمند و باسواد و کاردان و خوشبخت باشه. البته توی تعلیم و تربیت اون بسیار تلاش میکنم، اما چون دیگه اون وقت خودم نمیتونم به کارای گوسفندا برسم، یه نوکر و یه کلفت استخدام میکنم تا گوسفندا رو به چرا ببره و شیر اونا رو بدوشه و به اونا غذا بده و به کارای خونه هم برسه. ولی بچه های این دور زمانه خیلی شیطون هستن. وقتی فرزندم 5-6 ساله بشه و به فکر بازی بیفته ممکنه گوسفندا رو اذیت کنه و ممکنه یه روز بخواد سوار اونا بشه. البته اون بچه است و باید به زبان خوش به اون حالی کرد که گوسفند حیوان سواری نیست. ولی خدمتکار که دلش برای بچه من نسوخته ممکنه یه روز عصبانی بشه و بچه‌مو کتک بزنه. البته بچه نباید سوار گوسفند بشه، ولی من نمیخوام فرزندم قصه بخوره. خدمتکار غلط میکنه که بچه منو کتک بزنه. اگه چنین اتفاقی بیفته با همین عصایی که توی دست دارم چنان به سرش میزنم که درویش ساده دل همینطور که در عالم خیال فرو رفته بود و در فکر تنبیه خدمتکار بود، چوبی را که در دست داشت محکم به کوزه روغن زد و کوزه روغن که در بالای سکو قرار داشت شکست و روغنها به در و دیوار و سر و صورت درویش پخش شد. آن وقت مرد خیال باف فهمید که خیال بافی و فکر بیهوده چیز دیگر است و نقشه صحیح و دوراندیشی چیز دیگر و کوزه روغن را به جای خدمتکار
نباید تنبیه کرد. اما درویش خدا را شکر کرد که این کوزه روغن بود و خدمتکار نبود، و الا تازه اول دردسر بود که شهربانی و دادگستری قضیه را تعقیب کنند و درویش را به زندان بیندازند. خب دوستای مهربون شب قصه امشبمون هم تموم شد. دیدیم که مرد خیال باف با رویاهاش خیلی خوشحال شد، اما وقتی کوزه روغن شکست همه نقشه هاش هم از بین رفتن. خیال بافی شاید قشنگ باشه، ولی فقط با رویا و خیال بافی نمیشه به آرزوها رسید. باید با تلاش و قدم‌های واقعی رویاهامون رو به حقیقت تبدیل کنیم. شبتون آروم، خوابتون شیرین، با یه حال قشنگ از طرف دیانا تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه.